سلام دوستان، جهان امروز بدون انرژی قابل تصور از گوشی‌های موبایل گرفته تا صنایع سنگین همه به برق نیاز دارن و پشت این برق و گاز طبیعی یکی از اصلی‌ترین منابع تولید انرژیه. اما سهم مناطق مختلف جهان در تولید و مصرف برق متفاوته. همینطور که در نمودار اول مشاهده می‌کنید، میزان تولید برق بر حسب پتاوات ساعت یعنی 3.6 ضرب در 10 به توان 18 ژول در مناطق مختلف جهان نشون داده شده. البته از سال 1990 تا 2022 همونطور که می‌بینید سهم آسیا از تولید برق در جهان بیشتر شده. در جدول زیر تولید برق مناطق مختلف جهان بر حسب پتاوات ساعت مشخص شده. در نقشه صفحه بعد ترانه تولید برق در جهان در سال 2022 میلادی بر حسب کیلووات ساعت بر نفر یعنی 3.6 ضرب در 10 به توان 5 ژول بر نفر تعیین شده. در صفحه زیر دانستنی‌های جالبی هست. مثلا در این سال کل تولید برق در جهان 29.1 پتاوات ساعت بوده است و رشد 2.5% نسبت به سال 2021 در تولید برق جهانی مشاهده شده. تولید برق در جهان در فاصله زمانی 1990 میلادی تا 2022 میلادی 143.3% رشد داشته و بقیه پاورقی رو میتونید به زبان انگلیسی در صفحه مشاهده کنید. و در نمودار بعدی میزان تولید گاز طبیعی بر حسب منطقه جهانی با یکای هگزاژول یعنی 10 به توان 18 ژول را مشاهده میکنید. در این نمودار نشان داده شده که سهم روسیه از تولید گاز طبیعی در جهان کم شده و سهم آسیا بیشتر شده. همچنین سهم آمریکا در تولید این ماده در جهان ثابت مونده و غیره. در جدول زیر سهم مناطق مختلف جهان در تولید گاز طبیعی بر حسب هگزاژول در سالهای 1992 و 2000 و 2010 و 2020 و 2022 رو می‌بینید. افزایش جمعیت و رشد اقتصادی نیاز به برق روز به روز بیشتر میشه. کشورهایی که به منابع گاز طبیعی دسترسی دارن میتونن نقش کلیدی در آینده انرژی جهان ایفا کنن. در واقع انرژی نه فقط موتور اقتصاد بلکه عامل اصلی رقابت جهانی